خیلی از بچه‌ها میپرسن که روزهای هفته چجوری هست. روزهای هفته برگرفته از آیین غیر ایرانی هست، یعنی ناایرانیه. مثل شنبه، یک شنبه، دو شنبه. خب در عرب ها هم شما اینو دارید، ولی در آیین میترائیسم و حتی پیشتر از اون روزهای ایران هر کدوم یه نام ویژه‌ای داشته، یه پسوندی هم داشت. مثلا شنبه، ساتردی که بهش میگیم، میشه در واقع کیوانشید. کیوانشید یعنی همون God of Agriculture هست، یعنی ایزد یا خدای کشاورزی. شید همینجا که کوتاه شده خورشید یعنی روشنایی هست که روز روشناییش از اون میگه، بنابراین کیوانشید روز نخستشه. در روز دوم که یک شنبه میشه، در انگلیسی، فرانسه و غیره هم هست، به معنای مهرشیده. مهرشید، مهر همون سان، سان هست. سان، سولی در فرانسه، به معنای روشنایی بخش و خورشید. بنابراین مهر نامی دیگه ای از خورشید و شده مهرشید. برای دوشنبه مهشید یا ماهشید، باز یکی از این گردنده های آسمون یعنی ماه هست، مون هست، بنابراین شده مهشید یا ماهشید. سه شنبه میشه بهرامشید، تیوزدی هست و بهرام در اسطوره‌های ایران نماد آتشه که حتی چهارشنبه پایان سال هم به اون نسبت داده میشه، چون بهرام خدای آتش، خدای جنگاوری و غیره هست، بنا با سرخی همراهه. خب بنابراین میشه بهرامشید روز سه‌شنبه. و چهارشنبه ونزدی تیرشید هست که همون مرکیوری هست، دومین گردنده های آسمان تیر هست، بنابراین میشه تیرشید. پنجشنبه روز بسیار مهمی در فرهنگ و اسطوره‌های ایرانه و حتی در بعضی از روزها مردم میگن پنجشنبه روز سپنتایی است، روز گرامی داشته، مقدسیه. دلیلش اینه که پنجشنبه، ترزدی، تور، در ایران باستان همون هرمز یا اورمزدشید هست. بنابراین هرمز یا اورمزد به اضافه شید میشه روز خدا، روز اورمزد یا ایزد که در اینجا هم ایزد بزرگ میشه، همون اهورامزدا. و جمعه هم میشه ناهیدشید، وینس هست که دومین گردنده آسمان هست. ناهید شید به معنای همون کوتاه شده خورشید. بنابراین این روزهای هفته رو یه بار دیگه من میگم: کیوانشید، مهرشید، مهشید یا ماهشید، بهرامشید، تیرشید، هرمزدشید و ناهیدشید که پایان روز هفته است.